به نام خدایی که جان فرید سخن گفتن در زبان فرد. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. پدران و مادران اعلی قدر و برادران و خواهران اهل اسلام، بنده امروز خواستم برای شمایان درباره فضیلت سوره اخلاص یک چند سخن گویم. و البته اگر در وقت گفتن این موعظه اگر به خطاگی راه دهم، الله تبارک و تعالی مرا مغفرت کند و از همه شمایان معذرت میخواهم. روایت میکنند که رسول صلی الله علیه و سلم برای هجرت از مکه معظمه برآمده به طرف مدینه منوره عازم گردیدند. کفار مکه این خبر را شنیده جمع گشته مشورت کردند. ابو جهل لعنتی گفت هر کی از شمایان از عقب محمد علیه السلام رفته سری را برده بیارد 100 اشتر سرخ سیاه چشم و 100 اسب عربی عطا میکنم. از بین جمع آمدگان سراقه بن مالک نام یک جوان برخواسته گفت یا عبدالحکیم، اگر به سخن خود راسخ باشی من رفته سری محمد علیه السلام را نزد تو میارم. و این ابو جهل لعنتی یک چند نفر را برای گواه گرفت و این سراقه شمشیر خود را حمال کرده از عاقب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روانه شد. و وقتی که 3 منزل دیگری تا به مدینه رسیدن مانده بود، این سراقه خواست به سوی پیامبر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم اون یراق خود را حواله کند. جبرئیل علیه السلام نازل شده گفت یا رسول الله، الله تعالی زمین را به حکم تو گردانید، آنچه میخواهی درباره سراقه به جا آور. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند ای زمین از پی سراقه را گیر. در حال از پی سراقه تازانه در زمین فرو شد. سراقه گفت یا رسول الله، هیچ کاری بد به تو ندارم، اسبی مرا رها کن. رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا کردند، زمین پای اسبی او را رها کرد. زمانی گذشته بود که با سراقه اراده قتل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را کرده روان شد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که ای زمین سراقه را بگیر. زمین سراقه را تا میان فرو کشید. سراقه فریاد کرد که یا رسول الله، العمان توبه کردم، دیگر بار قصد تو نکنم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ای زمین سراقه را آزاد کن. زمین را آزاد کرد. سراقه خلاص گردید. نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمده گفت یا رسول الله، از خدای خود خبر ده که خدای تو چه قدرتی عظیمی داشته است که برای تو مرا 2 بار زمین گرفت. صفت خدای خود را بیان کن، از طلا باشد یا از نقره، از میز یا از آهن، چنانچه خدایان ما از این اشیاء باشند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از سراقه این سخن را شنیده سر خود را فرو انداخت. در حال جبرئیل علیه السلام نازل گردیده گفت یا محمد، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سوره اخلاص را به سراقه خواندند. در حال سراقه ایمان آورده مسلمان کرد. روایت میکنند عایشه صدیقه رضی الله عنها از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که عایشه پیش از خواب تا 4 کار نکنی خواب مرم. اول ختم کلام الله، دوم جمیع پیغمبران را شفیع خود کن، سوم جمیع مسلمانان را از خود راضی گردان، چهارم تا حج عمره نکنی خواب مرم. عایشه رضی الله عنها گفت یا رسول الله، پدرم فدای شما باد، این همه کار را در وقت خواب به چی نوع به جا آورم؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند پیش از خواب 3 مرتبه سوره اخلاص را بخوان، ثواب کلام الله را یابی. دوم 3 مرتبه بر من و جمیع پیغمبران صلوات بگوی. به این طریقه اللهم صل علی سیدنا محمد علی جمیع الانبیاء والمرسلین و علی آله و اصحابه اجمعین. یعنی ای بار خدایا، درود بفرست بر محمد که سید مایان است و همچنین درود بفرست به جمیع پیغمبران فرستانده شده و بر آل و اصحابشان. همه پیغمبران از تو خوشنود گشته روز قیامت شفیع تو گردند. و سوم باید این را بگویی اللهم مغفر لی
المؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. ای بار خدایا مغفرت بنمایی بر مؤمنان و مسلمانان، همچنین بر زنده ها و فرتیده های آنها. و چهارم، یک بار سبحان الله والحمد لله و لا اله الا الله والله اکبر، یعنی پاک است الله تعالی و حمد بر او، نیست معبود مگر وی، خدا بزرگ است کوی حج عمرت بجا آورده باشی. روایت می کند حضرت علی کرام از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کی بعد از نماز بامداد 10 مرتبه سوره اخلاص بخواند در اون روز هیچ گناهی از اون ننویسند. اگر هر روز یک بار سوره اخلاص را ترک نکرد بخواند ثواب 100 شهید را در دیوان اعمال او ثبت گردانند. به درستی که سوره اخلاص قرائت کنندش را از شدائد دنیا و از آخرت و از سکرات موت و از تاریکی قبر و از حول قیامت خلاص می کند. آوردند که جوانی فوتید، در اون شب پدرش در خواب دید که فرزندش در دوزخ به عذاب گرفتار است. در شب دوم باز دید که در بهشت می خرامد. پرسید که ای فرزند، بیگاه تو را در دوزخ دیدم، امروز در بهشت سعی داری؟ آن جوان گفت امروز شخصی از گورستان گذشت، 3 بار سوره اخلاص را خوانده بر اهل قبر بخشید، ثواب او را به اهل قبر تقسیم کردند. نصیب من مرا از دوزخ به جنت رسانید. برادران و خواهران، پدران و مادران اون قدر، کوشش کنین همیشه در زبان خود سوره اخلاص را به طور پر را خوانده شکر هر یک دقیقه الله تبارک و تعالی کنین. و نآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. با احترام دوست و برادر شما امید رحمت. الهی الله تبارک و تعالی همه ما و شما را در پناه خود نگه داشته در این ماه مبارک رجب از برکات و خیر آن همه ما را نصیب گرداند و گناه های صغیر و کبیره هر یک ما و شما را با کرم خود مغفرت گرداند. آمین یا رب العالمین.